برادری پرسیدن شخصی نمازگزار است اما پولی مردم، قرضی مردم نمیدهد، در حالی که پول داره، کار هم داره، صحت هم داره. حکم این شخص چیست؟ برادری محترم، اولا قرض انسان در حالت احتیاج و ضرورتی خاصی میگیرد، ضرورتی که زیاد انسان در او محتاج بوده باشه. در هر چیزی خرد نباید انسان قرض بگیرد. پس وقتی که قرض گرفت در تلاش ازی بوده باشه قرض برادری مسلمانش هر وقتی که برش میسر میشه ادا کند. وقتی که انسان در این تلاش میشه الله برش آسان میکند. اما پول داره میسر است برش قرضی مردم ادا نمیکند، این در حقیقت ظلم کرده، ظلم بالای نفس خود، ظلم بالای شخصی که برای ازی احسان کرده، قرض داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مطل الغنی ظلم، تال کردن، تأخیر کردن غنی در ادای دین این ظلم است. داره، زندگی داره، پول داره و در توانش هست که دینش ادا کند، با وجودی از او امروز به فردا، فردا را به دیگر فردا میگذارد، به هر روز تأخیر میکند. پس چنین شخص در حقیقت ظلم کرده بالای نفس خود، بالای برادر مسلمانی که بر ازی احسان کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی را که میدانستن قرضدار است و میپرسیدن قبل از جنازه را خواندن که این شخص قرضدار است یا خیر. اگر قرضدار می بود نماز جنازه ایش نمیخواندن. صحابه کرام هم میگفتن شما بخوانید. یعنی بسیار گپی سخت است. انسان از دنیا خدای نخواسته به قرض میروه و قرضدار میروه و تو حالتی شوا که شخصی جنازه ایش نخوانه. صحیح است که در عموم مسلمان ها میخوانه جنازه ازیره، ولی یک شخص معتبر و شخص محترمی از خواندن جنازه ازی پرهیز کنه و خاطر قرض ازی، این گپی سخت است. بس الله تعالی توفیق بدهد چنین اشخاص را که بالای نفس خود و برادری خود ظلم نکنه و در ادای دین نهایت تلاش داشته باشد تا اینکه الله برش آسان کند.